سلام بینندگان ارجمند. مسلم است که سالهاست از جانب سازمان و تشکیلات‌های بین‌المللی و ساختارهای دولتی راجع به پیشگیری از پاشخوری خانواده‌ها تلاش‌های زیاد می‌نمایند، ولی همانا این مسئله داغ‌تر می‌گردد. در برنامه نوبتی ما وابسته به عامل‌های خانوادگی یا خشونت خانوادگی حرف نخواهیم زد، بلکه راجع به فعالیت نهادهایی که دایر به مشکلی عائله‌ها رسیدگی می‌کنند و یا سر و کار دارند صحبت خواهیم کرد. بیشک در چنین نهادها بیشتر زنان فعالیت میکنند. هدف از بررسی این موضوع نیز آن است که تا کدام اندازه متخصصان چنین نهادها به مشکلی کار افتادگان رسیدگی میکنند یا آنها را میتوانند متقاعد و راهنمایی نمایند تا عائله‌هایشان مستحکم و پابرجا بماند. چرا ما محض چنین موضوع را پیگیری نمودیم؟ برخی کارشناسان به این نظرند که بعضی کارمندان سمت زنان خود به مشکلی خانوادگی گرفتارند یا عائله سالم ندارند. مهمتر از همه عائله‌دار نیستند و ماهیت عائله‌داری را خوب درک نمی‌کنند. از اینجاست که مشکلی سربسته دیگران را گشوده نمی‌توانند. پس در این زمینه سؤال به میان می‌آید که آیا زنان عائله کامل ندارند یا بی‌شوهرند در سمت کار با زنان راهبر شده می‌توانند و یا تا کدام اندازه قابلیت کار کردن در این سمت را دارند؟ وابسته به این حالا با ما در ارتباط هستند کارمند کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان صباحت رستم، روانشناس محمدالله دولت، حقوق شناس دلشاد مولایوف و سردار شعبه دین تنظیم انانه و جشن و مراسم شهر دوشنبه عبدالعلیم نارسوف. تشکر که با ما در ارتباط هستید. نخست می‌خواستیم صحبت را از کارمند کمیته زنان آغاز کنیم. تا کجا نمایندگان این نهاد به مشکلی زنان یعنی رسیدگی کرده می‌توانند؟ هر آن نفری که وابسته به پیشگیری نمودن خشونت خانوادگی، وابسته به بررسی مسئله های عائلوی مراجعت می‌کند، البته مراجعت هر یک شهروند تا حد امکان قانع کرده می‌شود. خوب، در همین زمینه می‌خواسته وابسته به سوال پاسخ می‌گفتید که در میان جامعه و بخصوص در شبکه‌های اجتماعی سر و صداهای زیاد نیست به وجود آورده بود که این هم باشد عاید به آن کارمندان بخش کار با زنان که خود به خشونت گرفتارند و عائله سالم ندارند تا کدام اندازه میتوانند مراجعت کنندگان را یعنی که آن مراجعت کنندگانی که به خشونت گرفتارند آنها را راهنمایی کنند. مسئله بسیار مسئله جدی هست و ضمن به وظیفه یا به منصب همون مدیر شعبه باشد یا که مدیر ریاست باشد تعیین نمودن یک نفر مسئول همون بخش شعبه یا ریاست عائله سالم دارند، خودشان یک نمونه عبرت اهل جامعه هستند و هر نفری که به همین ریاست ها، شعبه ها و بخش ها و یا خود به خود کمیته مراجعت میکند، البته کارشناسان ورزیده و نفران با آنها هم صحبت میگردند که عائله سالم دارند، یعنی که در تربیه درستی فرزندان خود یک شخصیت کامل هستند و می توانند در حل مسئله های عائلوی به مراجعت کنندگان مساعدت کنند. خب محترم نارسوف، از نگاه شما نفری که خود عائله کامل ندارد می تواند به دیگران نصیحتگو باشد؟ اگر کوشش کند و یا دعوا کند که مثلا میتواند هدایت کند، میتواند مردم رو نصیحت کند یا که میتواند مثلا خانه‌اش رو با اخلاق مثلا هدایت کند، اون اخلاق خودش ندارد، این مانند کسی میماند که مثلا آرایشگری یا کسب تالوگی که خودش رو دعوای آرایشگری میکند و با جای آن که مثلا قاش کسی را راست کند میزنه چشمش رو کور میکند، چون که خودش محروم است از این هنر، از این ملکه، از این دانش، از این اخلاق و هیچ وقت نمیتواند باعث هدایت کسی شود. خب جناب نارسوف، منظورتون این است که اگر نفر علم کافی ندارد یا تجربه مکمل ندارد مراجعت کننده را به جای راهنمایی سازی به سوی گمراهی میکشاند؟ ولی ضررش بیشتر می شود از فایدهش. منفعتی به جامعه، به فرد و به خودش، به ذات خودش منفعت آورده نمیتواند، چون که محروم است از اخلاق حمیده و از ملکه یا هنری مثلا دانش آموزی یا اخلاق آموزی. به مانند مثلا یک سیب پوسیده اگر در انبار باشد کلی انبار رو برباد می‌دهد. مثلا این کافی نیست که آدم خودش خوب باشد، باز برای خوب باقی ماندن باید از بدها و از بدیها دور باشد. خب این لحظه با ما هستند روانشناس استاد محمدالله دولتوف. محترم دولتوف، نفری که در جامعه به مشکلی عائلوی گرفتار می شود و به نهادهای دخلدار مراجعت می کند
از نگاه روانشناسی به آنها چی باید گفته شود؟ هنگام گذراندن مشورت ها یک دستور خیلی خیلی مهم واقعا وجود دارد که شخصیت مشورتچی حتما به به شخصانی که مراجعت میکنند به شخصیت آنها تأثیر معینی خودش را میرساند. بعضا میشود که در دل خانواده، حتی در خانواده پسیخولوگ مشورتچی هم شدنش ممکن که یک مشکلات معینی عائلوی سر میزند. تا حل شدن همین مسئله های گوناگون مناسبت های عائلوی در عائله خود پسیخولوگ مشورتچی کوشش میکند که تا حل شدن آنها با مسئله های گوناگون عائلوی با مزاجانی که نزد او می رود یعنی قطع میکناند موقتا. این یک عباره خیلی خوبی حقوق معنوی عین زمان ندارم که من خودم عین زمان مشکلات دارم، بهتر است که آن را حل کنم، بعدا باطنا از نظر پسیخولوژی خودم را آزاد احساس میکنم که من توانستم توسط دانش‌های پسیخولوژی مشکلات خودم را حل کردم. اکنون امروز من به طور کامل نیروی خودم را برای حل نمودن مسائل عائلوی دیگر مراجعت کنندگان به واسطه میرسانم. اگر ما همین گونه یک موقع علمی پسیخولوژی را، توصیه‌های پسیخولوژی را همیشه به حساب گیریم، اونگاه ما موفق میشویم. یعنی شما گفتنیید که نفر خود به مشکلی گرفتار است یا عائله سالم ندارد نباید در چنین حالت به دیگران مصلحتگر باشد. به اندیشه من همین که تا یک مدت معین موقت حالت روانی خودش را به اعتدال آورد و دلخواه شخصانی که به واسطه مسئول می شود با این مسئله ها، مسئول این مسئله ها می باشند، اگر این توصیه های پسیخولوژی را به عنایت گیرند، به فکر من موفق و کامیاب می‌گردند. حالا بیاید باز پس می‌گردیم به صحبت کارمند کمیته زنان. محترم صباحت، طور روانشناس گفتن ما نباید در حالت مشکلی خانوادگی داشتن به دیگران مصلحت دهیم. آیا در سمت کاری اتان حالت‌های جای داشتن که کارمند نهاد شما خود به مشکلی خانوادگی یا که عائلوی گرفتار بود ولی در چنین حالت باز به مراجعت کننده مشورت میداد و از مصلحت کارمند نهاد شما مراجعت کننده راضی نبود؟ خوشبختانه همین حالت‌ها به نه کمیته و نه زیر ساختارهای کمیته گرفتار شدگی نیستند و البته هر آن مراجعتی که به این مرکزها میشود با سمع مسئولان بخش کار با زنان یا شعبه و ریاست رسانیده می شود و متخصصان ریاست و شعبه و بخش کار با زنان با همون مراجعت کنندگان یعنی که کاربری می کنند. معلمه عزیز، به نظر شما یک نفری که عائله بنیاد نکرده است می تواند در روند کار سردار شعبه باشد و یا متخصص ساحه مذکور در حالی که خود ماهیت عائله داری را خوب درک نمی کند مشورتچی برای دیگران باشد؟ تشکر. در حقیقت بسیار سوالی به مورد است. در زمینه برنامه دولتی تربیت انتخاب و جابجاگذاری کادرهای راهبری کننده در ریاست شعبه و بخش‌های کار با زنان به حیث متخصص کادرهای جوان یعنی که دخترانی که هنوز عائله برپا نکردن می توانند که فعالیت کنند. مقصد چی است؟ مقصد آن است که هر آن نفری که به حیث متخصص در ریاست شعبه و بخش‌ها فعالیت می نمایند یعنی که از یک طرف اگر به زینه عائله داری آماده کرده شود، از طرف دیگر او همچون متخصص می تواند کاربری نماید. بینندگان ارجمند، حالا بیاید از نگاه حقوقی به این مسئله نگاه میکنیم که حقوق شناس چه نظر دارد. جنبه هایی که جهتی عملی نمودن دستورالعمل منصبی ضرورند، اون با حتی خصلت خدمتچی دولتی نیز رابطه خیلی حساس دارد. یعنی یک خدمتچی دولتی جهتی تطبیق نمودن اون مسئولیتی که از نقطه نظر قانونگذاری به شانه های او بار شده است باید هم از نقطه نظر خصلت، هم از نقطه نظر تو یک اندازه رفتار، هم از نقطه نظر یک نمونه باید الگو باشد جهتی تطبیق نمودن دستورالعمل منصبی. یعنی که قانونگذاری خدمت دولتی یگان ممانعت جهتی اون طلبات معنوی باشد، که طلبات فرهنگی باشد، یگان ممانعت جهتی ادا نمودن خدمت دولتی رو پیش بینی نکرده است. مهم اون که یک خدمتچی دولتی که در نهاد خدمت دولتی فعالیت میکند حتما به همین طلبات‌های قانونگذاری باید که پاسخگو باشد، یعنی که به همون کریتریاهایی که قانونگذاری مقرر کرده است به اون پاسخگو باشد. جناب ملایوف، مادام که ما از دیدگاه حقوقی حرف میزنیم،
اگر رفت و یک نفر جبر دیده به آن نهاد مراجعت کرد که سمت فعالیتش پیشگیری از خشونت و خانه‌ویرانی است، کارمند آن ساختار حق و حقوق دارد از چارچوبه قانونگذاری برآید و از نگاه و تجربه خود به آن نفر کار افتاده مصلحت و مشورت دهد و یا فکر خود را بالای سر آن تحمیل نماید. بدون شک و تردید این غیر قابل قبول است، چون که اون دستورالعمل منصبی یک خدمتچی دولتی از اون جمله اون خدمتچی دولتی که در مقام وکالتداری دولتی کار با زنان و اویله فعالیت میکند، چون که مثلا مسئله حساس از هم از نقطه نظر روانی و فرهنگی بدون شک نمیتواند که دیدگاه شخصی، دیدگاه سوبیکتیوی خود را وابسته به راه حل یگان قضیه اویله داری یا اینکه مناسبت‌های در داخل اویله با وجود آمده و شکل گرفته اگر اونها مشکل زا باشند نمیتواند که بدون قانون با اون مصلحت و مشورت کرد، حتی اگر او تجربه موفق نیز داشته باشد، نوابسته از اون که خدمتچی دولتی در همین سمت فعالیت کننده اگر تجربه موفق یا که غیر موفق داشته باشد، اگر نمیتواند او دستورالعملش اجازه نمیدهد که بیرون از چارچوبه طلبات قانونگذاری عمل کننده کشور با اون مصلحت و مشورت دهد. بازم میگم اگر این مصلحت و مشورت حتی بدرخور باشند بدون اجازه یا که در بیرون از دایره قانونگذاری، این مصلحت البته که بدرخور نیستند و حتی تا یک اندازه ویران کردن قانونگذاری کشور نیز هستند. حالا صحبت را با مسئول کمیته زنان ادامه می‌دهیم که چرا وابسته به پیشگیری خانه‌ویرانی کارها و تدبیرهای زیادی از جانب نهاد آنها دیده می شود، ولی همان این مسئله داغ‌تر می گردد و روند خانه‌ویرانی روز تا روز بیشتر می شود. خب محترم صباحت رستم، می‌خواستم شما در این مورد نظر خویش را بیان می داشتید. خب تشکر زیاد. در حقیقت نوابسته از آن جهد و تلاش هایی که امروز حکومت مملکت از جانب کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان زیر ساختارهای کمیته وزارت و اداره های دخلدار دولتی به انجام رسانیده باشند، لیکن هنوز هستند عامل های زیادی که به محیط خانوادگی، به مناسبت های خانوادگی تاثیر منفی خود را می رسانند. یعنی که امروز یکی از عامل های جداشوی اویله ها و مخصوصا اویله های جوان این پیش از همه خشونت روانی به حساب می رود. واقعا هم در این زمینه کارشناسان نظر مختلف داشتند و دارند، زیرا یکی می گفت زنانی هستند که اویله دار نشدند یا با امر تقدیر از اویله جدا گردیدند و یا همسر خویش را از دست دادند، اما بهترین مصلحتگر و مشورتچی و راهنما برای جامعه. اما برخی روشن نظران بر اینند که نفر اویله کامل ندارد نمیتواند مشکل کشای دیگران باشد. اینجا برنامه ما با آخر میرسد. خیر تا برنامه دیگر خوب و خوش بمانید.